یک نفر کشتگی است. میلیون ها ضرر با دودر یا که اکای فتا سعید $500,000 ضرر آوردگی بود. $500,000 коррупция خبیدگی بودش. رها شد. $500,000 در رها شد. بچه سروزیر، معاون سروزیر، بچه حکومت، بچه رئیس بانک، پروکوروری که معاون پروکوروری که بهرام غفوری در اونجا به صدمه دچار شد، از دنیا درگذشت. ده ها خواهرزاده های رحمانوف که وزیری تندرستی را شتکش کردند. خسر بچه های رحمان رفتن بازارها را غصب کردن. این قدر جنایت در قانون جنگل رحمانوف جنایت نیست. اما یک نفر برای 220 چند سامان 32 سامان خطا نکنم روانه زندان 9 سال 9 سال روانه زندان. چه خیلی میفهمین همین چیزه. کی آماده است که در اینجا برام که این نوارا بگیریم؟ برای از یاد نبروردن دوستان از اینا بگذاریم. همه شما یک افسانه رحمانوف با دیوید زنتوگدار گوش کردگی هستین که در یک جلسه رسمی گویا یک نفری راهبر کشور برآمد. خب یک نفره گفت نزد دوربین بیا. بله صداش. نزد میکروفون اینجا بیا. کی شما؟ رجب زاده شهباز میرفت. چند سال شد کار میکنید؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه دارید؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین دارید؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. من دارم دستم ده. فهمیدم 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خدا. چند سال میستد ماشین؟ چند زبان خارجی را میدونید؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی دروغ میگوی، ختم نکرده ای. کنسولش بله ختم نکرده ای، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردم برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندانی رهبر دولت میزنی؟ همین کادر جوان گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی؟ از جای تو جزا قطعی پیشت کردم. از چه کار در قبول کردین؟ من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکنه. سلام نمیکنه از تو. چی؟ تو یگان با از آسمان چکیدی؟ قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمبودی نداری؟ خودش میگه من کمبودی دارم، گناه دارم. چرا در آزادی است؟ مدام خودش کمبودی داشته است، گناه داشته است، اقرار میشده است. و رحمانوف میلیون ها سوم دلار را حرف زدی، خانه‌هایی که از حساب غصب بودجه دولت ذکر کردی. چرا این نفر، این سوالی است که هیچ که جواب نداره که چرا این نفر زندان نشده است؟ چرا این نفر زندان نشده است؟ و هیچ نفر نمیگه که این جبران، این همو خساراتی که آورده بود جبران کرد. میگه کی است؟ اما فرزند ایزد امان در روپروی دوربین میگه ما جبران دادیم، حتی همو سود برای ما مشورت داد که رفته در امانت بانک همو یک شاد بانک باز کنین، پول همون نفر برده سپاری کیتانس بیارین، تمام آزاد میشه. اما این چیزا ما کردیم. ولی بالاخره تصمیم گرفته شد 9 سال زندان. ابی زبر ارزت میشه گم میشه. همین کاری که جوانی نباشه کجا ترمارا میگیری؟ نه کم از 15 نه. این صلاحیتی رحمانوف نیست این چیزا. نفر از زندان میکنه، از کار رونده میکنه، عریضش هم مینویسه. کی از خودش؟ رهبر کشور مگر کار کم است؟ در این نقطه ما بارها گپ زدیم و برای مثال آوردن که از میلیون از هزار یک این نقطه است که مردم باید بدونه که این با بودجه کشور میلیون ها دلار ضرر آوردگی است. یک نفر خدمتچی دولتی است، اما
برمیگردی بالای قضیه ایزد امان و دیگر شخصیت هایی که امروز زندان شدند. در زندان های تاجیکستان مگر جوان ها آزاد هستند؟ اما این فهمیدید که جوان هستی وگر 15 سال زندان میشوی. مگر در زندان های تاجیکستان دیگر جوان نیست اما پیرو هست؟ چرا اونها آزاد نیستند؟ پس مقصود ابراهیموف، شهاب‌الدین بدلوف، رحمت جان محمود جان، میجان سالیوف، از دیگر اعضایان حزب و حرکت های سیاسی، شخص های دینی، شخص های فرهنگی، شخصانی نمیدونم بدین پر هستند. ولی اینجا میمون بازی از مسخره بازی از مردم فریب کردن است و کسایی است باور نکنه که جناب ولی در یک چورابینیش نفر خزون کو گفت که کار سرش کنین و ما مردمی ساده قبول میکنیم، زور کد میگیم، خوبش کد دزده و دز خودش است، خودش بودجه کشور غارت میکنه، میلیاردها دلار در شادی بانکی رحمانوف در اروپا خفته است، هیچ که گپ نمیزنه. پولای خارجه برآوردگی هم یک گپ دونی. خب مثال ایشا بگیرید. مرحمت. پسر رئیس سلطان کبیر رو دیگر باره محاکمه میکنند. خب این نفر دیگر ما شما میدونید که پرونده کبیر و پسر انور کبیر مالک یکی از بازارهای بزرگ دوشنبه که ماه ایول با خشونت با 8.5 سال زندان محکوم شد، روز 28 آگوست از دادگاه دوشنبه بررسی کردند. او را در نقش داشتن در صدمه مدهش گناهکار میدانند که ماه مرد با مرگ 2 جوان 19 ساله انجام یافت. شما این صدمه را خوب میدونین. من از همه یک تش آوردم که این نفر فرزند این منصبدار 2 نفر کشتگی است. دیروز در قانون عفو آزاد کرده شد. کسی که دست به قتل یک نفر زدگی است در تاجیکستان کشتار آزاد است، بکش، آزادی. اما یک کسی که یک کمی در مقابل سیاست گپ میزنه، فهمش سیاسی داره، دیدگاهش فرق میکنه، قبول نداره، برای اونها زندگی حرام است، زندان باید بروند. یعنی اینجا از ما در روز کنستیتوسیون کشور گپ زدیم. امروز روز سرقانون کشور است. ولی ما این روز در حق او قانون برای چی میگم تجاوز شده است؟ چون یک نفر از حد گذشت. دیگر پارلمان کشور یک بوته ساخت 28-29 سال آورد او را یک نفر ساختی، دیگر هیچ کس حق در مقابل او گپ زدن نداره. ما یک آرزوی فقط دارم که خدای کنه که روز این ملت سربلند شوه، وکیلان پارلمان از همه اتاقشون بیرون میشوه، مردم چه خیلی نگاه میکنن. این چیزا آرزو دارم که ببینیم با چشمام کو این بیناموسا چه خیلی مردم نگاه میکرده باشن، در چشم مردم چه خیلی نگاه میکنن و چه خیلی اونها زندگی میکرده باشن آینده. آیا انسان میشن و همین وطن تر میکنن گم میشن از تاجیکستان، یا باز خاک پاشی میکنن دومی کدام وکیل و رئیس دیگر رو میگرفته باشن؟ خدا او روزا برای ما بیاره که با چشمان خودمون ببینیم این شرمنده ها را، این بیناموسا را. ولی یک قانون دیگر برآورده است درباره خط پستی و نمیدونم بزبالگی است یا کم ویتامینی است. اول شما خودتون نیاز به طبابت خودتون دارین. این وکیلای محترم، من پسانتر در این نقطه گپ میزنم، اگر زنگای تلفنی باشه ما رو با هموطنان پیوست کنین، گو هموطنان در اینجا چی میگم، بعد ما حتما برمیگردیم باز بالای زنگهای دیگر. الو، سلام علیکم جون. علیکم سلام. سلامت خوب سلامت باشید، تشکر. کجونی اکای زدمونه برای 232 سومون خیلی نه؟ بله. چی نوع مردی است؟ چی فکر داری شما؟ برادر عزیز همی ویدیو که شعبوز ایکو 15 سال باید میدیدش که با افش کرد. بله. اما با شرط قانونی اگر میگتم اونم باید میشته کار کده قدر کده ای سگ بچه خشون که بودک هیچیش نگفتم فهمی برادر؟ بله. سگی خشون بودی پوسته اگر ایزد امون نگون کنه چی میکرد بغیری مردم خلق نگون کنه کرد اوزود گشته بود، لیکن سگوی خودش که هستن اوزودی میگردن همه وقت. بله. یعنی با رئیسوی که هستن کلون خروی کلون گفتی که باید روز شبا که میسود که ایداری کلخانه بیرون شوان ما در روی باید میمیزیم و کجا میگریزم میروان. بله بله. برادر
برادر نمیدون چیکار کنم و خدا گنده زشتم برای زدم بعد روی 232 سومونی خیکده باشن این چی قانون نگم قانون نیست جانو برای چه چی نکنم خالی جانو مردم دارم قانون خودش ویران دراخی در اینجا. نه چی نکنم مرا به اون مردم چی نکنم خالی جانو خالی پرزیدنت نمیدونم راستی. در مسکو برادر قبیله دپو کسا زیستن شوندستن جنوبی موش خدا گشته است قدی دومداش قدی خشتا بروش خب این غریبی دمو گشتیم قدی سگوش خدا گشته است مردم عذاب کشته است بله. سلامت باش برادر.